مجتبی تقدیم می کند. در اعماق زمین، در آزمایشگاهی فوق سری، سیستم امنیتی فرو می‌پاشه. ویروسی به شدت کشنده با توانایی آلوده کردن تمام جهان آزاد میشه. خدای من، با باید از این ساختمون بریم بیرون. اون دیگه چی گفت؟ ترمزان! ما برای کمک اینجاییم. اعزام نیروهای ویژه برای جلوگیری از یک فاجعه جهانی. ملکه سرخ هر کی که این پای بوده رو کشته. ملکه سرخ دیگه کی؟ کامپیوتریه که داره هایو کنترل میکنه. شرکت چیزای محرمانه رو اینجا نگهداری میکرده. تنها 3 ساعت باقی مونده تا شروع انقراض نسل تمام انسانهای روی زمین. آروم باشی. شما نمیتونید اینجا باشید. به حرفای اون گوش نکن. اون یه تصویر مجازی از ملکه سرخه. ممکنه تنها راه نجات ما از اینجا باشه. خدای من. چطور هنوز وایساده بود؟ حالا دیگه وای نستاده. هیچ کس در امان نیست. اهریمن خاموش. شما همگی این پایین میمیرید. ارائه‌ای از لاستافا.